آقا چطورید؟ خوش اومدید به ویدیوی جدید از علی کرافتر. خوش اومدید. امروز اومدیم بدوارز بزنیم. با یکی از دوستای قهار به اسم دانیال. یه سلام و معرفی کن خودتو به بچه‌ها. اینترو فله‌ای باشه. آقا دانیال ما یه ذره میدونی یه ذره استراب اجتماعی داره در حال. الان داری ویدیو میگیری؟ آره اگه ریا نباشه یه فهم نداری آقا دانیال. دف با خوده یارو پشت سرت داره میاد. اوه ببین نت خرابه. ببین نتش خراب بود، نت من خراب نبود بگم. دمت هم نبود، نت اون خراب بود. هر عکس اولین ویدیو لطفا حمایت کنید. ویدیوهای دیگه هم در راه هست. دوتا بلو به پروش بندازش تو وید، نه که بندازش وسط. همه رو زدیم. بله 3 تا دایمند داشت. بریم بده بلو رو بزنیم که بعید میدونم بزنیم و این بازیکن وید میشه بر اثر فشارهای فراوان. آقا یه توضیح بدم در مورد این کانال در مورد گیم و اینا هست. ویدیوها حمایت بشه پارت بعدی بدوارز هم میاد. لایک و سابسکرایب کنید، عشق بدید به بچه های بدوارز. ویدیوهای بعدی هم زدمش، افتادم تو وید. اونم افتاد تو وید. چه جالب. حداقل هماهنگی چیزی قبلش باید خواستی ویدیو بگیری. ویدیوی شد دیگه. نه جدی میخوای ویدیو بگیری و شوخیه داداش ویدیو رکورده. کی میخوای قبول کنی؟ ذره مسخره بازی در بیاد. من الان پلاک ندارم با چی بزنم اینو. این میاد میره اون ور. برو پشت سرتم. عالی. زود بیا که تا به یلا از کجا آمد؟ تیما معروف شدیم آجی ما. نازم اسکریم اسنایپ باشه. اگه میخواید پارت بعدی بدوارز بیاد لایک ها رو برسون به 50 تا، کامنت هم انرژی بدید. دمتون گرم. میزنه بازیکن، حالا پرتش میکنه اونجا، درگیری رخ میده بین بازیکنای تیم بلو. یه تیم بلو حذف میشه و اونی که حذف نمیشه. بله عالی. 10 تا بول این بازیکن میخواد راش بده. عجب. دانیال رو تماشا میکنید که داره میره یلو رو بزنه. موفق نمیشه. هم شم هم سورد آیرونی داره هم آرمور آیرونی. بله ما اینم نداریم. بله این شما آپگرید هم کردن. پورتکشن و اینا داره. بعید میدونم که بتونیم بزنیمش. یو دار میکنه. خب بزنش دیگه، چرا وایسادی منو نگاه میکنی؟ دو نفر میمیریم. سرویسو یه دونه پورتکشن خریدم. 100% میمیریم. یه دونه جونم خریدم. ببین عالی بود. واقعا عالی بود. به خودم افتخار میکنم که یک باخت خیلی سنگینی دادیم. باخت سنگینی بود. دف میدم برو جلو. به همین که دف میدی آقا دانیال برای ما یه دنیا چی ارزشه.
ها رو قلب نارنجی بهش آقا دانیال پر کنید. دمتون گرم. بکش سمت چپ. من الان باش میرم به بلو. بلو همین الانم داره دف میده حاجی و افتادم توی وید. اونم با کله. آره اونم با کله. اومدن ها. وای باز اینا هم. باز این کله پوکیه افتادن با ما. بعدم میاد از اینا. متنفرم دیگه. وای وای وای. How are you? How are you? لطوارم کرد از اینا. بوده نیفتادم ولی الان میفتم. تو بهت هستم. نگران هیچ چیزی نباش. من زندم. مهم نیست. 100,000 سرگرمش کردم. اوف 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 اوف. دور میاد. اینجا صحنه های تکنیکی داریم ما. در حال صحنه تکنیکی هستش. حاجی یارو بلوه فکر میکنه من یارشم. وای وای حاجی این صحنه باید توی تاریخ ثبت بشه. مثلا این صحنه که من رکورد کردم اصلا باید ثبت شه. یارو عالی بود. جنریتور خیلی چیزه. ما حمایت ها رو ببینیم ها برای ویدیوهای بعدی. حمایت ها رو بهتری کنید. پارت بعدی هم بیاد زودتر. سعی میکنیم گیم پلی از بازی های مثل گاد آف وار رو هم براتون بذاریم عشق کنیم. رو ببینیم. سابسکرایباتون هم ببینیم. سابسکرایب نکردی همین الان برو ویدیو رو پاس کن. سابسکرایب کن. عشق داریم. عالی. رو چشم عشق داشت. بله بله. ببین قرار تکنیکی شروع کنم یوتیوب. قرار رگباری بذارم پست. امیدوارم که آقا دانیال بهتون باشه تا اینجا. صدای موسش از کل زندگی من بیشتر. یزید. آره چی شد دک دادم به نیستی با قد من. نیستی با قد من. نیستی با قد تو. سن اگه بالای 50. بلوه چپید تو هم اومدن آقا دانیال. دور میاد. خب یکیشون که داون شد اون یکی داره. اون یکی هم داون شد. بابا بنازم. ببین خودم فقط دارم تکنیکی میزنم آقا. اصلا عشق کن عشق. چقدر حرف بزنیم. یه بیریش بکش سمت جلو. باید حرف بزنی. حوصله سلاطین چی نره. حوصله‌شون سر. آره بله بله.
افتاد تو بود. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. برو جلو. این برم که هیچی نداره. میده وایت میره. حالا تکنیکی میره یا تکنیکی نمیره نمیدونی. این بازیکن داره زیر پای خودش بلاک میذاره میره جلو. ماشاءالله ماشاءالله. حتما یادتونه به افتخار آقا دانیال یه لایک بذارید. نذارید آقا دانیال ناراحت میشه. شب میاد تو خواب. بابا این گیرینه همینجور داره میدوه. بیا اینجا بابا یه یک نکنم. یه آمپول کوچیکه آقا. یه آمپول کوچیکه. همون یک نکنم یه آمپول کوچیک باشه. دیدی زدمش. دیدی اوه پینک مونده و گیرین. آقا بده گرینو زدم. ای ماشاءالله. ببین چه چشمی زدم از اینا بزن. چشم بارون کردم. آقا دانیال همه رو زد به افتخار آقا دانیال ناموسم. به 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 به. کامنتا قلب نارنجی عشق بده. چرا قلب نارنجی؟ قلب نارنجی به عشقت دیگه. عشق. حالا ما این بازیکن میخواد بده پینک. بچه های مچ آخره. مچ آخر که یعنی ویدیو همینجا به پایان میرسد. ویکتوری شیرین. حالا پینک میاد و ما رو میزنه. آقا دانیال برگرد به که دارم میام پشت سر یارو هم. زدمش. همین رو میخواییم آقا. یو اینجا خالیه داداش. 12 تا دایمنده. داداش 12. آقا این پینک داره همینجوری میاد. سحر و جادو کردن ما رو. نمیدونم هرچی هست که خیره انشالله. آخه این فایربالو کی خلق کرد من نمیدونم. رابرت این فایربالو من دوست ندارم. شبیه پینکه. باید در پورتکشن بگی جون نداریم فایت بدیم ما. 12 تا آوردم چند تا خریدم. پورتکشن دو اینا چرا دارم برم بده بغل. دوتاشون رفتن بده بغل. فکرم میخون از بغل بهمون راش بدن. با این حال من دارم میمیرم اگه. برو بدشونو بزن. من حواسم به اینا باشه. جلوت خالی خالیه. ببین بدشون رفت. 1 2 3 از یه بده تکنیکی به افتخار علی یک عدد قلب آبی براش بذاریم. آقا به حرف آقا دانیال گوش کنید. کامنت ها رو قلب نارنجی و آبی پر کنید. حمایت کنید. اینجا یه چه صدایی بود. عالی. وای شد جون. اگه بد نره کسی بد هست؟ من هستم. اوکی یه دونه پینک مونده. اون پینک هم که دیدمش حالا اولین قرارمونه. مثل این که داره فرار میکنه این بازیکن. آقا فرار نکنه.
بریم یه دیت زیبا با آقا دانیال قرار تکنیکی داره، حمایت کنید ازش. این قرارای تکنیکی اومد تو بد آقا دانیال، اومد تو بد آقا دانیال. من از پشتم، اون از جلو. چه غلطی داره میکنه. چیکار میکنه؟ جونم نداره این احمد. کار میکنه برادر. آقا امیدوارم خوشتون اومده باشه از این ویدیو. لایک و کامنت و سابسکرایبتون نره و تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. فعلا پیس اوت. تو کامنت ها